дар майдони исмоили сомонии шаҳри турсунзода маросими савгандодкунии беш аз 160 нафар наваскарони қисми ҳарбии 6592 раёсати қушунҳои дохилии вазороти корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. قسم می‌خورم که قانون اساسی و قانون‌های جمهوری تاجیکستان را قطعی رعایت نموده آیین‌نامه‌های حربی امرهای فرماندهان و سرداران را بی‌چون اجرا می‌کنند. سرباز با شرف با انتظام دلیر و هوشیار باشد. قسم می‌خورم که تا آخرین نفس به خلق خود صادق باشد. نیرو و حیات خود را دریغ نداشته وطن را مردانه و مایرانه مدافع می‌کنند. همه دشواریت‌های محرومیت و خدمت حربی را ثباتیارانه پس سر نموده سر دولت و حربی را قطعاً پنهان می‌دارد. اگر من این قسم تنتنوار خود را شکنم بگذار به جزای سخت قانون و نفرت خلق گرفتار شوم. اجراکننده وظیفه رئیس شهر ترسونزاده محترم ولیزاده عبدالقادر ایسوف سربازان را به این مناسبت تبریک نموده اظهار داشت که از گذشته پر افتخار و عبرت آموز ملت صلح دوست، صاحب معرفت و تمدن ساز و آبادگر و سازنده تاجیک سبق مردانگی گرفته و سوگند حربی صادق و به ملت و دولت صاحب استقلال ما سربلندانه خدمت نمایند. نوازکران عزیز، امروز شما به صف مکتب جوانمردی یعنی به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان وارد گردیده باوری کامل دارم که با سر بلند قرض شهروندی خود را در نزد مادر وطن به جا می‌آورید. رعایت قطعی قانون، ترتیبات حقوقی و نظامی حربی در فعالیت هر یک جزء تام نظامی یکی از مسائل اساسی منصوب می‌یابد. زیرا کشور ما راه احتماری جامعه حقوق بنیاد را انتخاب نموده هدف اساسی آن تأمین نمودن ولایت قانون و حفظ حقوق‌های آزادی انسان و شهروند میباشد. در این ردیف یک قطار خدمتچیان حربی با سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده قدردانی شدند. در ادامه والدین نواسکران جهت خدمت صادقانه به مادر وطن فرزندان را هدایت نمودند. سپس نواسکران مهارت و آمادگی جنگی خود را منظور حاضرین گردانیده بعداً برنامه کنسرتی با تنتنه هنرمندان شعبه فرهنگ منظور حاضرین گردانیده شد.